الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد. برادر سوال نموده اند که بارک الله فیکم، آیا خدا گفتن جایز است؟ خدا یا خداوند گفتن آیا جایز است این چنین؟ یا پروردگار گفتن آیا معنای الله را میدهد یا نمیدهد یا جایز نیست؟ سبحان الله، در این مسئله ما چندین بار صحبت نمودیم و بار دیگر تکرار میکنیم. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یادرس نمایید زیرا که یادرس نمودن برای مؤمن ها منفعت میبخشد. این امر الله است. الله رب العزة و الجلال نامش را در قرآن الله نامید. الحمد لله، الله. و هر یک نامی که به خودش معقول شد و به خودش انتخاب کرد و خودش خواست به من و شما خبر داد و همون نام را به خودش نامگذاری کرد و همون صفتی که خواست به خودش همون صفت را گرفت و همون صفت را موصوف خودش را به ما خبر داد به قرآنش و به واسطه رسولش صلی الله علیه و سلم. پس الله این نام بزرگترین الله است. معبود ما نامش الله است و بزرگترین نام معبود ما الله است و تمام این نام هایی که هست همش در زیر الله است و الله این اسم اعظم است و این شفا است. اما الله را به خدا ترجمه کردن، خداوند گفتن یا پروردگار گفتن، این جایز نیست و این بدعت است و این گمراهی است و این خطا است. بعضی ها میگند فلان کس گفته است، فلان دام الله گفته است، فلان کسی دیگر گفته است، پردیل گفته است یا یک طالب علم دیگر گفته است. ما دین را با کسی مقایسه نمی کنیم غیر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابگان و تابعین. ما رسول الله را دیدیم که همیشه الله را الله گفت، صحابگان همیشه الله را الله گفتند و همه علما تا همین روز و علمای اهل سنت بیان کردند که این نام ترجمه نشونده است و کسی که میگوید خود را سلفی میگوید و غیر سلفی میگوید کسی نباشد. هر کسی که خدا گفتن را جایز میگوید خطا کرده است و از اهل بدعت است و این البته غلط است. باید الله گفته شد. پس برادران عزیزم، بارک الله فیکم، الله بگویید. الله را به خدا ترجمه نکنید. معنای خدا را در زبان ادبیات فارسی نظر بکنید. هر یک رئیس و سردار و یک صاحب چیز را در زبان فارسی خدا گفتن جایز است. نظر به کتاب های فارسی و ادبیات فارسی بکنید، معلوم میشد. پس خدا گفتن، پروردگار، خداوند گفتن جایز نیست. بارک الله فیکم.